لباس مکتب یک دخترک را با دستان خودم دوختم. با هزار امید و آرزو برای آینده‌ای که شاید برایش آسان نباشد. امسال به صنف 6 می رسد. صنفی که ممکن است آخرین فصل مکتبش باشد. اما با همان صدای آرام و لطیف و دل پر از امید گفت: لطفاً لباسم را کمی کلانتر جور کن. شاید سال دیگر هم به تنم بیاید. شاید مکتب برای دختران صنف 7 باز شود. همین جمله ساده دلم را لرزاند. آرزوی کوچک اما پر از درد و ناامیدی.